کدوم کشور قوی ترین نیروی دریایی دنیا رو داره؟ در رتبه 4 روسیه رو داریم که فقط با یک ناو هواپیمابر و بیش از 63 زیردریایی قدرتمند جزو 4 کشور برتر دنیاست. شماره 3 در این جایگاه کشور هند رو داریم، کشوری که فقط با 18 زیردریایی و 2 تا از قوی ترین ناوهای دنیا جزو 3 تا کشور برتر دنیاست. درسته تعداد زیردریایی های این کشور بسیار کمتر از بقیه کشورهاست، اما هر کدوم از ناوهای هواپیمابرش جزو پرچمدارهای دنیا هم. شماره 2 چین نیروی دریایی این کشور از سال 2000 به بعد قدرت گرفت و امروزه با حدود 3 ناو هواپیمابر و بیش از 61 زیردریایی بسیار قوی در رتبه دوم، یعنی بالاتر از کشورهای قدرتمندی مثل روسیه و هند قرار داره. و در آخر قبل از اینکه قوی ترین کشور دنیا رو در زمینه نیروی دریایی بهت بگم، اگه به این سبک از محتوا علاقه‌مندی منو دنبال کن. در رتبه اول کشوری رو داریم که با بیش از 11 تا از قوی ترین ناوهای هواپیمابر و بیش از 70 تا از زیردریایی قدر دنیا در رتبه نخست این لیست قرار داره. جالبیش اینجاست که این ناوها در شرایط جنگی میتونن به طور میانگین در هر 30 ثانیه یک جنگنده رو به پرواز در بیارن. اگه میدونی اسم این کشور چیه تو کامنت ها بهم بگو، کامنت درست پین میشه.